الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بی‌نیاز، از اللهی که مثل و مانند ندارد، خواهان او هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر کند، ایمان ها با سلامت نگه دارد و الله مهربان در این حیاتی که برای همه ما و شما مقدر کرده است با ایمان زندگی کردن و با ایمان از دنیا رفتن را نصیبمان گرداند. و الله مهربان خانه های قبر ما و شما را هم مملو از راحت، از نور، از رحمتش بگرداند و از الله مهربان دعاگو هستیم که خدای مهربان خاتمه کار همه ما و شما را نیک و خیر گرداند. گذشتگان ما رحمت کند، بیماری هامون شفا دهد و از الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند دنیا را نیک گرداند، دنیا را خوب گرداند، آشوب ها و جنجال ها و سختی هایی که در روی عالم است خدای مهربان از بالای سر این مردم نیست و نابودش گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند فرزندای ما و شما را هم توفیق، راه راست، آداب خوب، حیا علی نصیبشون گرداند. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران عزیز و گرامی، سؤالی را که چند وقت از من میپرسیدن که برای ما این سؤال را جواب بگردان، این سؤال در اطراف عذاب قبر است که آیا عذاب قبر حقیقت دارد یا ندارد، زیرا که رویه هایی هست که عذاب قبر را انکار میکنن، منکرن. از این لحاظ من خواستم که برای شما در عقیده اهل سنت و الجماعه آیا نسبت خانه قبر چی می رود، آیا عذاب قبر حقیقت دارد یا ندارد، من برای شما
گفته میگذرم. برادران عزیز، در باب عقیده خودمون می آید که و سؤال منکر و نکیر حق فی القبر. یکم دانیم که منکر و نکیر این دو فرشته، این دو ملائکه که در قبر فرزند آدم سؤال میکنن، میپرسن که به همگان ما و شما معلوم است که من ربک و من نبیک و ما دینک. ببینین رب تو کیست، پیامبر تو کیست و دین تو چیست؟ این سؤال انامون دو ملائکه که به نام منکر و به نام نکیر هست. همین را عقیده اهل سنت میگوید که حق فی القبر، این حقیقت دارد، این در قبر به سر هر یک فرزند آدم آمده نیست. دیگر گفته است و اعادت روح الى جسده فی قبری حق. دویم باره این جانی را که خداوند، این امانتی را که در دنیا از ما گرفته بود، همین جان را در قبر دویم باره در جسد برمیگرداند و ما برای سؤال منکر و نکیر جواب میگوییم. یعنی دویم باره زنده شدن در قبر هم حق است. و زغطة القبر و عذابه حق کائن للكفار كلهم اجمعین و لبعض عصاة المؤمنین. در دوام این عباره های کتاب عقیده که همه عقیده برادر عزیز، چه عقیده بگیم نصفی باشد، چه عقیده امام طحاوی باشد، چه از عقیده فقه اکبر امام ابو حنیفه باشد، چه در کتاب وصیتش، همه کتاب های عقیده این عباره های را که من خوانده ایستادم در اونها این هست. یعنی بیانگر هست که میگد که و عذاب قبر، یعنی اول گفت زغطة القبر به معنای جقیدن قبر، یعنی قبر نفری که در او داخل می شود او را می جقد. جقیدن به معنای یعنی تنگ می شود و بنده را می جقد. جقیدن قبر میگد و عذاب یعنی اینم حق است میگه و عذاب قبر هم برای جمعی نفرهایی که از دنیا به ایمان گذشتند، با عقیده های نسبت خدا و یا الله وجود ندارد و یا منکر پیامبر و یا منکر قرآن، اینها همشان در قبر مبتلای عذابند. ولبعض عصاة المؤمنین و برای بعضی از مؤمنهای گناهگار، یعنی برای بعضی از مؤمنهای گناهگاران چی هست؟ عذاب قبر وجود دارد. انا این کتاب عقیده است. ولی عقیده امام طحاوی هم بینین میگد عذاب القبر لمن كان له اهلا و سؤال منکر و نکیر فی قبری عن ربی و دینی و نبیی على من جاءت به الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم و عن الصحابه رضوان الله علیهم والقبر روضة من رياض الجنة
او حفرة من حفر نیران. در عقیده امام طحاوی میاد که یعنی عذاب قبر حقیقت دارد، سؤال منکر و نکیر از رب تو کیست، نبی تو کیست، دین تو چیست، این هم حقیقت دارد میگه. و این خبر میگه از نزد رسول الله هست، از نزد صحابه های او هست. و آورد در دوامش حدیثی را که والقبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. گفت قبر یا باغی از باغهای جنت می شود یا چقری از چقری های آتش جهنم می شود. یعنی برای کی چگونه می شود؟ البته برای آن کسی که با عمل صالح، با اعتقاد بسیار پاک وقتی وارد قبر می شود به باغی از باغهای جنت مبدل می شود. لیکن هر کی با اگر عقیده ناپاک، هر کی با دشمنی الله و رسول دنیا را پدرود گوید، قبر او به آتش از آتش های جهنم میگه مبدل می شود. این گویم کتاب عقیده ای که از عقیده امام طحاوی هم، عقیده عزدی هم، عقیده نصفی هم، کتاب وصیت هم، متن فقه اکبر هم، همه در همین کتاب جمع شده است و همه اونها بیانگر همینند که عذاب قبر حقیقت دارد. برادران عزیز خوب دقت دید. غلام حضرت عثمان رضی الله عنه هانی به نام هانی بود. روایت میکند که هرگاه حضرت عثمان در کنار قبر توقف میکرد به قدر میگریست که رخساره مبارکش تر میشد. از وی میپرسیدند که وقتی از بهشت و دوزخ صحبت میکنی اشک نمیریزی و به گریه نمیافتی، ولی چرا هنگام یاد کردن قبر یا چرا هنگام نزد قبر بودن گریه میکنی؟ گفت از رسول الله شنیدم. حضرت عثمان برادران عزیز، این داماد پیامبر گرامی، این نفری که از 10 یار بهشتی بود، فرمود که هرگاه نزد قبر می آمد بسیار گریه میکرد، ولی وقتی که از بهشت از دوزخ صحبت میکرد میگه اشک نمیریزونید. گفتن حضرت سبب در چی است که وقتی قبر میبینی یا با پیش قبر میگذری گریه میکنی؟ حضرت گفتن از پیامبر شنیدم که این حدیث برادران عزیز ابن ماجه و امام ترمذی و اینها مقصد در کتاب های سنن خدا آوردن. این القبر اول منزل من منازل الاخره فإن نجا منه فما بعده ایسر منه و این لم ینج منه فما بعده اشد منه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه. از پیامبر چی شنیده بود از حضرت عثمان؟ قبر نخستین منزل از منازل آخرت است. هر کسی از عذاب او نجات پیدا کرد، مرحله های بعدش برای او بسیار آسان است. و هر کسی که اگر از عذاب قبر نجات نیافت، از سؤال خانه قبر نجات نیافت، ما بعدش یعنی منبعی که باز در پیش بنده قیامت هست برای او بسیار مشکل می شود. و فرمود پیامبر هیچ صحنه را سهمناکتر از صحنه قبر ندیدم. یعنی هیچ جای وهیمتر، هیچ جای
مقصد سهمناکتر، جای ترسناکتر از خانه قبر ندیدم، گفت پیامبر. و این خاطر گفتن من چیکار میکنم؟ من آب چشم میکنم، گریه میکنم که حال من مقصد در داخل قبر چی میشود. برادران عزیز، حضرت عثمان نفری بود که از 10 یار بهشتی بود. نفری بود که وقتی که در غزوه خیبر چقدر تا 900 شتر تا 100 اسب، ببینید تا 1000 دینار برای کمک مجاهدها، برای کمک اسکران دین اسلام وقتی احسان میکرد، پیامبرمون میگد با دستاش همون دینارهایی را که عثمان آورده بود بالا میکرد و پایان میکرد و میگو ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم. عثمان جنت مشتاق تو هست، عثمان بر تو دیگر تا روزی که هستی یگان زیان یگان ضرر از آخرت تو دیگر نداری. بازم این از قبر می ترسید برادران عزیز. ببین همیشه با پیش قبر میگذشت، گریه میکرد. امروز حال ما آیا همین هست یا نه؟ حال ما میریم در داخل قبرستان، خنده هامون در آسمان های، حالا که قبرستان جای عبرت های، قبرستان جای دعا کردن های، جای عبرت گرفتن های، لیکن ما میخندیم برادران عزیز. ما پروا نداریم، دلهامون سخت های. حضرت عثمان با این بشارت با از قبر میترسید. دوام شمیاییم در مسئله گفتیم قبر میجقد. در کتاب آورده است که وقتی مرده را در قبر میگذارند، قبر او را میفشارد و کسی از فشار دادن قبر نجات پیدا نمی کند. نیک یا بد، صالح یا ناصالح، کوچک یا بزرگ، در روایت آمده است که قبر سعد ابن معاذ را فشرد، یعنی جقید، در حالی که عرش یعنی عرش که یکی از مخلوق الله مهربان هست، در اثر مرگ او میگه بلرزه در آمده بود و دروازه های آسمان برایش باز شده بود و 70,000 فرشته در نماز جنازه او شرکت کرده بودند. برادرای عزیز، حضرت سعد ابن معاذ وقتی از دنیا گذشت بسیار جوان گذشتند، ولی توانستند در عمر اندکشان آنقدر خدمت کنند، آنقدر بندگی کنند که شما بینید که 70,000 ملائک در جنازش میان اشتراک میکنند. دروازه های آسمان گشاده میشود، عرش حتی میلرزد از وفات سعد ابن معاذ. اینجا حدیث از در نسائی از ابن عمر، از بچه حضرت عمر عبدالله می آید، میگوید پیامبر گفت که هذا الذي تحرك له العرش و فتحت له ابواب السماء و شهده 70,000 من الملائکه لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. همین حدیثی را که عرش برای کسی که لرزید 70,000 ملائک در جنازش اشتراک کرد، دروازه های آسمان گشاده شد، لیکن قبر او را جقید. انشاءالله علت چه میگیم؟ برای چی جقید او را؟ در معجم کبیر و اوسط طبرانی از ابن عباس چنین روایت شده است که رسول الله گفتند که لو نجا احد من فتنة القبر لنجا سعد ابن معاذ ولقد
ثم ضمة ثم رخی عن. برادر عزیز، پیامبر ما گفت اگر از فشار دادن قبر، از جقیدن قبر، اگر نفر نجات میافت این سعد ابن معاذ بود. لیکن قبر سعد ابن معاذ جقید. زمانی که سعد گذاشتن برادر عزیز در قبر، پیامبرمان عادتش همین بود که در بالای قبر می ایستاد و طلب مغفرت میکرد برای نفری که خانه قبر میرفت. لیکن در نزد سعد ابن معاذ بسیار زیاد ایستاد، بسیار زیاد دعا کرد، تا زمانی که حتی در روایت ها آمده است که میگه تبسم کرد. گفتن حضرت اینقدر زیاد ایستادی، اینقدر دعا کردی؟ گفت برادرمان سعد ابن معاذ قبر جقید. من دعا کردم، من خواهش کردم تا زمان قبر او را نکشاد، من از دعا کردم باز نایستادم. برادران عزیز و گرامی، این لحظه ها و این حدیث ها بیانگری او است که از خانه قبر بترسیم، از جقیدن قبر بترسیم. در یاد ما و شما برادرای عزیز قبر باشد، زیرا این حالش بسیار حالی وزنینه. عثمان میگریست، سعد قبر میجقد. اینها نفرهای هم برادرای عزیز که امروز روی عالم اگر همش جمع کنی، ایمان همه روی عالم هیچ وقت با ایمان اینها، با غیرت اینها، با دینداری اینها برابر شدن میتوند. لیکن بین بنده های خدا را که همیشه در حالت ترس بودن، همیشه در حالت یاد مرگ بودن، همیشه در حالت قبر بودن که احوال من در قبر چی می شود. من برادرای عزیز برای چی این حدیث ها را آورده ایستادم؟ به خاطر که دانین که یعنی این حدیث ها همه حدیث های صحیح، چه از جناب بخاری، چه از جناب مسلم، چه از جناب نسائی، چه از ترمذی، همه کتاب های 6 کتابی که ما داریم، چه از بخاری و مسلم و نسائی و ماجه و ترمذی و ابو داود، این 6 کتاب معتبر، همه اونها از زبان پیامبر نازنین آوردن که یعنی قبر دارای عذاب هم هست، دارای نعمت هم هست. یعنی داخل قبر راحت هم دارد، عذاب هم دارد. داخل قبر پرسیش هم دارد، جواب هم دارد. برای این شما اینها را در ذهنتون بگیرین که یعنی بعد از این دنیا پدرود گفتن ما حتما بالای ما و شما این راحت و این عذاب می آید. وقتی انسان میگه در قبر میگذارن، فرشتگان در شکل و صورت ناشناخته نزد او می آیند، چگونه که در سنن ترمذی آمده است. من بیا متنهاشون را نخوانم و معنای حدیث ابخوان، زیرا اینجا در اذا قبر المیت او قال احدکم اتاه ملکان اسودان ازرقان، گفتم خیلی عباره همون حدیث با پررنگی آمده است، لیکن معناهاش خوانیم برای کسی در کار باشد. من همون عباره اولش که خواندم، شما اگر به شرط نویسنده توانین و از طریق اینترنت اگر به شرط خواهین که یا بین حدیث سندش راویش، شما میتونین همین یک عباره شو بنویسین. مثال اتاه ملکانی اسودانی ازرقان، همین را در همون گوگل اگر نویسین حدیث با پرگی خودش میبراید، همه ادرس برای شما میگه. هرگاه مرده یکی از شما دفن شود، پیامبر گفت دو فرشته سیاه رنگ سرخ چشم نزد او میآید، یکی را منکر دیگری را نکیر میگویند. آن دو میگوید درباره این مرد یعنی رسول الله چی میگفتی؟ پاسخ میدهد او میگوید که بنده و فرستاده الله است و من شهادت دادم که هیچ معبود شایسته پرستش جز الله
و محمد بنده او و فرستاده اوست. یعنی وقتی که جان دویم باره خداوند که در بندش برمیگرداند، منکر و نکیر او را از شخصیت پیامبر میپرسد درباره این مرد یعنی محمد صلی الله علیه وسلم چی گفتنی داری؟ او میگه هر آینه این بنده خداست، این فرستاده خداست، این پیامبری خداست. یعنی هر کسی که در دنیا برادرها با این عقیده زندگی کرده باشد، در قبر برای او جواب دادن بسیار آسانه. دیگر حدیث ها برادر عزیز، این حدیثی بود که منکر و نکیر ما را در این باب میپرسند. اکنون من میام سری آیت هایی که برای اثبات عذاب قبر، یعنی آیت هایی که دلالت به عذاب قبر میکنن. اینجا در برادرها در قرآن کریم میگه اشارات در مورد حقانیت عذاب قبر وجود دارد. امام بخاری رحمت الله علیه میگه در صحیح خود یک باب را تحت عنوان باب ما جاء فی عذاب القبر، یک باب دارد، یک موضوع خاص دارد صحیح بخاری ده که ما جاء فی عذاب القبر، یعنی فقط درباره عذاب قبر گپ بزنه. و در همین باب میگه این آیت ها را دلیل و حجت آورده است امام بخاری. یکم سوره انعام آیت 93 اذ الظالمین فی غمرات الموت و ملائکه باسط ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. این سوره انعام است، هنگامی که میگه ستمگاران یعنی ظالمان در سختی های مرگن، یعنی بسیار جانهاشون سخت الله میگیرد و فرشتگان دستاشون را به سوی آنان میکشایند و میگویند جان بکنید. امروز با عذاب خار کننده مجازات میشوید. به الله پناه طلب کردن در کار. میگه هرگاهی که آدمان ظالم، هرگاهی که آدمان بسیار از دین و دیانت دور دنیا را که پدرود میگفتند، میگن ملک الموت جانشون به حد به سختی میگیرن، حتی با اونها عتاب میکنن، سخت میگیرن، جان ده با سختی. یعنی همون سختی هایی که در مرگ است همه را جفاش بکش، زیرا که تو ارزنده این جفا هستی، تو ارزنده این معامله هستی. گفته با او سیاست میکنن و جان او را به سختی میگیرن و میگویند که تو را با این کار تالی انجام نمیابد، حاضر ما جان تا میگیریم، با دویم باره جان تا بر میگردانیم. با به عذابهایی که امروز یعنی در خانه قبر آماده شده است که رنگا برنگ است، اونجا با عذابها را تو پی هم چشیدن میگیری. این برای آدمانی که برادر عزیز ظالمانه زندگی کردن و دشمنی بر دین خدا کردن و اینا از دنیا گوییم به دیانت و به توفیق گذشتن. امام بخاری در این باب یکم میگه همین آیت آورد. دویم آیت سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. دویم آیتی را که آورد از سوره توبه آیت 101 آنان را دوبار عذاب خواهیم کرد و آنگاه به سوی عذاب بزرگ بازگردانده می شوند. برادر عزیز، حالی من تفسیر این شم برای شما من میگم که خدای مهربان گفت ما اینها را دوبار عذاب میکنیم و بعداً به عذاب بزرگ که روز قیامت است، بعد به او عذاب با مقصد روبرو شون. یعنی 3 عذاب برای اینها انتظاری است. دیگر سوره غافیر آیت 45 و 46 و حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، معنای این آیه چی است؟ و عذاب سخت فرعونیان را فرو گرفت. عذابشان آتش دوزخ است که صبح و شام بر آنها عرضه می شود و روزی که رستاخیز برپا گردد فرمان می رسد فرعونیان را وارد سخت‌ترین عذاب بگردید. برادرای عزیز، آیت یکمی که من گفتم، آیت انعام 93 که چقدر ظالم ها را الله جانشان را به سختی میگیرد، گفت که در مورد عذاب کفار توسط فرشتگان و در حال سکرات مرگ است. آیت دوم حکایت از آن دارد که منافقان پیش از عذاب روز رستاخیز به دو عذاب دیگر گرفتار میشوند. اما سنعذبهم مرتین، همون را میگه با دو عذاب دیگر گرفتار میشوند. عذاب نخستشان عذاب دنیا هست که توسط مؤمنان یا مستقیم از طرف الله به منافقان چشانده می شود و عذاب دومشان میگه عذاب دردناک قبر هست. امام حسن بصری در تفسیر دو عذاب، همین دو عذابی که گفتیم انا سنعذبهم مرتین، جناب امام بصری چی گفته است؟ گفته است که منظور از مرتین یعنی از دو بار عذاب دنیا و عذاب قبر هست. جناب امام طبری میگوید که بیشترین بدین معناست که این دو عذاب، یکی عذاب قبر و دیگرش عذاب گرسنگی، قحطی، اسارت، قتل، خاری، شکست می باشد که پیش از این آیت بیان شد. یعنی عذاب دنیاشون همیه که میگه در دنیا به قتل میرسوننشون، گرسنگی میکشن، مثال به قتل میرسن، شکست میخورن، اینا میگه عذاب های دنیایی شونن. ولی عذاب اخروی شون میگه، عذاب دویم شون میگه عذاب قبر هست. آیت سیمی که من خواندم و حاق بآل فرعون سوء العذاب، میگه دلیل روشن برای اهل سنت مبنی بر اثبات عذاب قبر است. میگه همین آیت یعنی بسیار دلیل روشنه. برادرایی که شما درباره این مسئله از من خیلی زیاد پرسیدین و میگه همین دلیل روشنی هست که بر عذاب قبر، چون الله میگه تاکید میکند که آل فرعون را، همون قوم فرعونی که تماما نافرمانی کردند، چقدر در برابر حضرت موسی دشمنی ورزیدند. خدا میگه که این اولاد فرعون را، این نوکرای فرعون را صبح و شام به کنار آتش میارن، سحر بیگه نزد عذاب میارنشون و این کار پیش از روز رستاخیز صورت میگیرد. زیرا پس از این آیه الله میفرماید که ببین، یعنی این میگه صبح و بیگاهی که آمد، غدو و عشیه، سحر بیگاه ما فرعونی ها را عذاب میکنیم. این میگه در خانه قبر شد. زیرا در دوام آیت چی گفت؟ و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. انا که قبر که تمام شد، روز قیامت که باز حساب و انجام اینها را که میگیرن، انا که میگه عذاب سختترین بعد در روز با قیامت است. ولی عذاب قبرش این دنیا دا تا روز رستاخیز، تا روز قیامت سحر و بیگاه چشیدن میگیرن و سختترین عذاب باز روز قیامت ببینن. و دیگر آیت هم برادران عزیز از سوره ابراهیم آیت 27 هم آورده است. میگه اینم یک دلیل روشن برای عذاب قبر است. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. میگه الله مؤمنها را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار ثابت و پایدار میگرداند.
در حدیث برا ابن عازب آمده است که رسول الله گفت که وقتی مومن در قبر گذاشته می شود، در پاسخ فرشتگان می گوید که الله یکا و یگانه هست و خالق من الله هست، پیامبر من محمد هست. شهادت وقتی میدید این میگه بر همو پایداری ایمان او در دنیا، در دنیا هست میگه. یعنی مادامی که با همین کلمه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، این قول ثابت همون قول لا اله الا الله، مادامی که میگه در دنیا که با همین کلمه زندگی کرد و فی الاخره که در آیت آمده است میگه آخرتش همون خانه قبرش است. یعنی در همون جا هم شهادت میدید که لا اله الا الله محمد رسول الله. خب از مادرمون عایشه برادرای عزیز، این در همون کتابای معتبرمون آمده است. از مادرمون عایشه روایت است که یک زن یهودی به خانه حضرت مادرمون آمدن و چیزهایی را در مورد عذاب قبر بیان کردند و با عایشه گفت که الله تو را از عذاب قبر نجات دهد. بعد همون زنهای یهودی گفتن که عایشه تو را خدا از عذاب قبر نجات دهد. از رسول الله درباره عذاب قبر سوال کرد. میگه وقتی پیامبر آمد گفت که همینجا زنهای یهودی آمدن مرا همین خیلی دعا دادن و گفتن که در قبر عذاب است. رسول الله فرمود آره، گفت عذاب قبر حق است. عایشه میگوید پس از آن جریان رسول الله را پس از هر نماز از عذاب قبر پناه میبرد، دعا میکرد. تو این دعا میکرد که خدایا مرا از عذاب قبر نجات ده. خب دیگر مسئله برادران عزیز، اینجا آمده است که آیا پیامبر گرامی خودش عذاب قبر احساس میکرد؟ یعنی شخصانی که در قبر عذاب میکشیدن یا عذاب را میدیدن، آیا پیامبر همونها را میدید یا نمیدید؟ الله با پیامبر گرامی خود این توانایی را عنایت فرمود که صدای عذاب شدگان قبر را بشنود. حضرت با پیش کدام قبر میگذشت میفهمید کدامش در راحت کدامش در عذابه. در حدیثی که صحیح مسلم آن را از زید ابن ثابت روایت کرده است چنین می آید: روزی که رسول الله در باغ از بنی نجار سوار با شتر بود و ما نیز ایشان را همراهی میکردیم، ناگهان میگم مرکب رسول الله از مسیر منحرف شد و چنان تاختن گرفت نزدیک بود که رسول الله را بر زمین بیاندازد. میگه با پیش همون یک باغ از بنی نجار بود. همونجا میگه وقتی پیامبر بالای شتر سوار بود، میگه وقتی میگذشت بناگاه میگه همون شتر میگه رنگ یک حیوانی که یک حیوان میبیند و میترسد، میگه همچنان ترسید میگه و دوید، میگه آنچنان تیز دوید که قریب رسول الله را بر زمین بیاندازد. خب رسول الله گفتن که بعد از آن اینجا آمد از حدیثش، من معناش خانم، چی کسی صاحبان این قبر را میشناسد؟ اونجا قبری بود، چند قبر بود. گفت صاحبای همین قبر کی میشناسد؟ یکی از حاضران گفت که من میشناسم. ای رسول خدا، فرمود اینها کیان؟ گفت در زمان کفر و در حالت شرک مردن. رسول الله گفت که بیگمان این امت در قبرها عذاب می شود. اگر از اینها هراس نمی داشتم که مردگان را دفن نکنید، از الله می خواستم که شما صدای عذاب قبر را بشنوید. یعنی گفت همو حیوان ها هم برادران احساس میکنن عذاب قبر، حیوان میفهمه. و همچنان پیامبر گفت که اگر به شرطی که گور کردن اینها امر نمیشد، من از الله میخواستم که تا که شما صدای عذاب اینها را شنوید. خب برادرای عزیز، خیلی در اطراف قبر
عذاب و راحتش در اینجا صحبت‌های بینیحت زیاد می‌رود. و حدیث دیگر درباره نعمت و عذاب قبر، من چخیلی که گفتم هم راحت داره هم عذاب دارد، میگه در حدیث برا ابن عازب آمده است که رسول الله گفتن فرشتگان از بنده مؤمن در قبر سوال میکنند و او نیز جواب درست میدهد. آنگاه فریاد کننده از آسمان فریاد میزند بنده من راست گفت. یعنی وقتی میگه رب من الله، پیامبر من محمد صلی الله علیه و سلم، دین من اسلام، از آسمان میگه صدای میشنود بنده من راست گفت. پس از فرش‌های بهشت برایش میارند و او را در لباس بهشت میپوشانند و از طرف بهشت دروازه برایش میکشایند که رسول الله این حدیث را بیان کردند. یعنی دروازه دریچه از طرف بهشت بر او کشاده میشود. اما عالم برزخ همین عالم قبر برادران، دروازه کشاده میشود و تا روز همون رستاخیزه این آدم چیکار میکنه؟ از راحت قبر استفاده میبرد. میگه فیأتیه من روحها و طیبها و یفسح له فی قبره مد بصره. قال و یأتیه رجل حسن الوجه حسن الثياب طیب الریح. بینید پیامبر گفته سای بوی خوش بهشت و نسیم بهشت به مؤمن میرسد و قبرش با مقدار همون چند قدری که چشمش میبیند همون مقدار میگه قبرش وسیع میشود، شاد میشود. مردی میگه زیباروی، خوشبوی و خوش رنگ پیشش میآید. یک مرد بسیار با چهره زیبا، بسیار با لباس های آلفته، بسیار با بوی خوش میگه پیش همین مرده میآید، بگیم پیش همین مردی که در خانه قبر است و میگوید که مژده با تو را خوشنودی الله و باغهای پرناز نعمت. این همان روزی است که الله به تو وعده داده بود. بنده مومن میگوید که الله تو را نیز مژده خیر دهد. تو کیستی؟ میگه تو مرا بشارت خوب دادی، رازگی الله، بین پهنایی قبر، این بوی زیبای بهشت به مشام میرسد. تو کی این بشارت ها را بر من دادی؟ از چهره تو بسیار وقتم خوش آمد، میگه بسیار از دیدنت راحت کردم. آن مرد میگوید که من عمل صالحی تو هستم. برادرای عزیز، این میگه ولی بین عمل آدم به جسم مبدل میشود. یعنی همون نمازهای تو، همون تهجدهای تو، همون روزهای تو، همون زکاتهای تو، همون خیرهای تو، یعنی من عمل صالحی تو هستم. من در دنیا تو را چنین دیدم که در عبادت و اطاعت الله می شتافتی و به سوی نافرمانی بسیار کند و کم می رفتی. من می دیدم تو نافرمانی نمی کردی الله را. من می دیدم که همیشه تو پایبند عمل صالح بودی. تو یک آدم حلال پاکیزه بودی. من تو را در دنیا می دیدم عمل صالح میگرد. پس الله تو را پاداش نیکو داده است. سپس میگه دروازه از بهشت و دروازه از دوزخ برایش باز می شود. دو دروازه، هم دروازه جنت هم دروازه دوزخ میگه بر بالاش باز می شود. با اشاره به سوی دوزخ با او گفته می شود اگر الله را معصیت می کردی این جای تو بود. دوزخ که می بیند یا دهشت های، میگه اگر نافرمانی می کردی امروز جای تو همینجا بود. اما الله به جای این بهشت را به تو آماده کرد. وقتی آن بنده مومن به بهشت نگاه میکند، نعمتهای آن را میبیند، میگوید پروردگارا رستاخیز را هر چیز زودتر برپا کن تا من نزد اهل و عیال خود برگردم. با او گفته می شود که تا رستاخیز برپا نشود همین جا زندگی کن. بعد جنت نشانش میتن، میگه انا مرحمت بهشت، انا جای تو، انا باششگاه تو.
وقتی میگه میبیند تیز دعا میکنه خدایا همون قیامت تیزتر بیار تا من نزد اهل عیال خودم برم. بعد چیش میگن؟ بعد میگنش که عجل قیام ساعت، ربی میگه پروردگارا تیزتر بیار قیامت تا برم جای همون براحت، جای همون آسوده و جای پر ناز نعمت، مقصد راحت کنم، معیشت کنم. بعد میگنش که و چی میگه؟ و نزد اهل عیالم بگردم. میگه فیقال له اسکن، اکا همین جوازیره در زندگی کردن بگیر تا روزی که خدا قیامت آورد، بعد تو مقصد نزد اهل عیال تو اون داخل میروی. اینم برادر عزیز یک بشارتی بود برای نفرهایی که در دنیا عملی صالح کردن. در حدیث در مورد دیدن جایگاه در بهشت و دوزخ بدان اشاره شده است. یعنی این محدود به چند ساعت و چند روز نیست. میگه از عبدالله ابن عمر آمده است برادر عزیز، این حدیث هم در صحیح بخاری آمده است. گفته است که این احدکم اذا مات عرض علیه مقعده بالغداة والعشی، این کان من اهل الجنه فمن اهل الجنه و این کان من اهل النار فمن اهل النار فیقال هذا مقعدك حتی یبعثك الله یوم القیامه. هرگاه یکی از شما بمیرد، پیامبر میگه صبح و شام جایگاهش را با او نشان میدهند. سحر بگه همون مکان تا دایم نشانت بدن. اگر بهشتی باشد جایگاه بهشت را، اگر دوزخی باشد دوزخ را بر او نشان میدهند. اینم دلالت برادرای عزیز انا با گویم که انسان بعد مردن جایگاه خود تا روز قیامت هم میبیند. امام ترمذی از ابو هریره حدیث دیگری آورده است. قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70. برادرها حدیث درازه، معنوش رو بخونم. نکیر و منکر پس از پاسخ درست بنده مؤمن با او میگویند وقتی تو جواب دادی الله رب من، محمد پیامبر من، دین من اسلام، پس میگه با او منکر و نکیر چی میگوید؟ ما میدانستیم که تو همین پاسخ را خواهی داد، ما این را میدانستیم که توی جواب بر ما میگویی. سپس میگه همون درازی و پهنی قبرش میگه 70 ذراع در 70 ذراع میشود. سپس با او گفته میشود بینا که بعد میگنش نم کنومت العروس، بعد میگنش که بخواب و استراحت کن. او میگوید که میخواهم نزد اهل خود بروم، آنان را نیز با خبر کنم. وقتی بشارت منکر و نکیر میگیره، وقتی باشیشگاه و نشستگاهش میبینه، بعد میگن شکل خواب کن مثل خواب عروس تا روزی که الله ترا بیدار میکند. میگه امکان ندارد که نزد اهل عیالم برم بگم خدا را شکر که من راحت قبر در مقصد انا روبرو شدم، من از سوال قبر نجات یافتم. همین بشارت ها را، همین خوبی ها را امکان ندارد که من برم اهل عیال ما بگم. میگه بنده از خرسندیش همین سخن میگفته است. بعد میگنش که انا با او گفته میشود مانند عروسی که تنها نزدیکترین محبوبترین فرد میتواند او را بیدار کند، بخواب تا الله تو را از خواب بیدار کند. خواب کن میگه بنده تا روزی که الله مهربان تو را مقصد چیکار میکند؟ بیدار میکند. این هم برادران عزیز یکی از حدیثایی که برای ما و شما انشاءالله شاید یک فکرهای ما و شما را بگیم انا یا توفیق ما و شما را زیاد میکند. من برای شما این حدیث ها را خوانده ایستادم. حدیث دیگری که در اینجا بسیار حدیث زیبایی هست برادرها، این هم بنیاد حدیث طولانی است. این المیت لا یسمع خفق نعالهم حین تولون عن. یک عباره شو بخونم برای بعضی آدمایی که لازم باشد اگر یافتنش. یعنی این حدیث هم گوش میکنیم. میگه بیگمان
مرده صدای پایهای نفرهایی را که از او دور میشوند میشنود. یعنی وقتی ما مرده را میگذاریم و بالای او آیتی را تلاوت میکنیم و دهکش دعا میکنیم و میبرویم میریم، همون رفتنهای ما را میگه همون مرده میشنود. اگر آن مرده مومن باشد، نماز در بالای سر، روزه در سمت راست، زکات در سمت چپ، کارهای نیکو مانند راستگویی، صله رحم، نیکی در حق مردم در قسمت پایهایش قرار میگیرند. برادرها خوب گوش کنید که ببینید نماز در کجا میسته، زکات در کجاش میسته، همش احاطه‌اش میکنن. رنگ خیلی یک آدم چند تا نگاه و بین تلخ دارد، اگه تلخش همین عملهای صالح میشود. زکات مثال نماز بالای سرش میگیرد، زکات طرف راستش میگیرد، هر کدامشون بین خدمتاش. اگر عذاب از طرف سرش بیاید، نماز میگوید از طرف من راهی نیست. اگر عذاب بیاد، نماز صد راهش میشه، میگه اینجا راه برای تو نیست. از طرف راست بیاید، روزه میگوید از طرف من راه نیست. از طرف چپ میاد، زکات میگوید از طرف من راه نیست. از طرف پایها قصد میکند، کاری خیر میگوید از طرف من راه نیست. آنگاه با او گفته میشود بنشین و او هم مینشیند. سپس خورشید در حالت غروب برایش نمایان میشود. برادرای عزیز، وقتی منکر و نکیر میآید، ببینید که همه طرف این بنده صالح است که بنده خوب است، همه طرفش عملهای صالح فرا گرفته است. دیگر این را نزدیک شدن نمیشود. بعدا میگن بشینه که جاده میشینه. بعد از اون میگه وقتی میشیند که در چشمش میگه همین شامشیدن میتابه، یعنی نه افتاب نشسته است، در چشمش همین را میگه نمایان میکنه. با او گفته میشود بنشین، او مینشیند. سپس خورشید یعنی آفتاب در حالت غروب برایش نمایان میشود، نه وقتی شیشتنش است. از وی میپرسند که درباره همین شخص محمد که میان شما بود چی میگویی؟ درباره یک شخصیت نامش محمد ابن عبدالله است، چی گفتنی داری؟ میپرسندش. او میگوید که گذار تا نمازم را بخوانم. گفته میشود خواهی خوان، با پرسیشش پاسخ بگو. وقتی آفتاب پایان میبینه، آدمی که در دنیا برادرها عادتش دائم ترک نماز که نبود، میگه در پیش همو پرسنده ها میگه آخی وقتی مثال آفتاب غروب کسته نمازم قضا میشود، اول به نماز ما بخوانم بعد سوال شما را جواب میگم. میگه نماز تا بعدا میخوانی. میگه حاضر سوال جواب بگو. میگوید که در مورد چی چیزی از من سوال میکنی؟ چی سوال داری؟ میگوید درباره شخصی که او مبعوث شدگی است و نامش محمد است چی میگویی؟ میگه او فرستاده الله است، از جانب الله است، حق را به سوی انسان ها آورده است. یعنی او بنده خدا های، فرستاده خدا های، او مردم هدایت کردگی های، این همون نفر. گفته می شود تو بر همین عقیده زنده بودی، با همین عقیده وفات کردی. اگر الله بخواهد با همین عقیده زنده خواهی شد، سپس دروازه از بهشت میگه برایش گشاده می شود و او را میگویند که جایگاه تو در بهشت است. برادرای عزیز، بعد میگه دروازه بهشت میگشایند و میگه تماشا کن، راحت کن، همین جای تو هست. میگه زیرا تو با همین عقیده زندگی کردی و با همین عقیده دنیا را پدرود گفتی. این بود برادرای عزیز و گرامی یک چند حدیثای در مقصد اطراف عذاب قبر و آیت ها و حدیث هایی که بیانگر این بودند من انشاءالله با شما رسانیدم. و دیگر اینجا یک حدیثی را که من باز برای شما روشن‌تر کنم، میگه چیزی که گفتم آواز پای ما را همون مرده وقتی رفتنده میشنود. حدیث حضرت عمرو ابن عاص که حدیث مسلم است، میگه اذا دفنتمونی، وقتی میگه عمرو ابن عاص بچه‌ش
این صحابه چی گفت که هرگاهی که مرا در قبر میمانی فاقیموا حول قبر قدر ما تنحر جزور و یقسم لحمها حتی استأنس بکم. میگه گفت که هرگاهی که اگر مرا در قبر ماندی بچم، حرکت کن که در پیش من، یعنی در راست قبر من، مقدار یک شتر را کشتن و گوشت او را تقسیم کردن بیست تا من به تو انس بگیرم. یعنی در داخل قبر که جای ترس، جای وهم، اگه یک نفر خیلی قتیل یک آدم باشد دایم، یعنی همون ترس و وهم دلت می رود. حضرت عمرو ابن عاص بچه‌ش همچنان وصیت کردن. برادرای عزیز و گرامی، اینجا من صحبت انجام میتیم و انشاءالله گمانم همینه که از این آیت ها و حدیث ها ما آگاهی پیدا کردیم که خاتمه ما به خانه قبر هست. از عذاب راحت قبر چگونه که من آگاه کردم ما و شما برخوردار میشیم. حتی نفرهایی که برادرها در آب غرق میشوند، آدمایی که حتی مثال بگیم که حیوان ها میخورنشان، همونها هم عذاب راحت قبر میبینن. این برای چی مثال قبر میگن؟ زیرا که اکثر مردم که اصلا قبر میروند به این خاطر میگن. و الا اون نفرهایی که مثال بگیم داخل قبرم که نروند، یگان درنده میخورش، یا اینکه مقصد در یگان جا پوسیده نابود میشود، یا میسوزد تمام میشود، یا در درون آب غرق میشود دیگر نابود میشود، همونها هم عذاب و راحت قبر میبینن. برادر عزیز، دیگر چیزی که برای شما گفتنی هم، در هر محله که برادر عزیز قبرها باشد، قبرستان ها باشد، قبرستان ها را احترام کنین. پیامبر گرامی گفتن در بالای آتشی که حتی در بالای آتش بشینین، گفتن لباست بسوزه، پوست بدنت بسوزه و بالای قبر نشین. یعنی شما باید به قبر احترام داشته باشید. احترام به معنای که وای خانه آخرت ما و شما هست. قبرستان ها را تازه کنید، قبرستان ها را پاک نگه. در کدام قبرستانی که اگر هر چیزی که سبز باشد، یعنی علفی سبز باشد، گلی سبز باشد، درختی سبز باشد، اونها را نرسین. اونها برای همون مرده های ما تسبیح میگویند. یعنی اونها یک فایده شان بگیم که به خانه های همون قبر ما و شما میرسند. و حرکت کنیم که قبرها را زیر پا نکنیم و در قبرستان هرگاهی که گذشتیم در حقشان دعا کنیم که خداوند رحمت و مغفرتشان کند. و حق داریم که روز معین هر زمانی که خواهیم بیاین قبرستان، زیرا پیامبر بیشتری وقت در جنت البقیع می آمد. حضرت عایشه مادرمون نگه بسیاری وقت حضرت قبرستان می آمد، می درآمد السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین و ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. گفته حضرت سلام می دادن، در حقشون دعا می کردن. برای ما هم برادر عزیز و گرامی وارد خانه همون قبرستان ها شویم، در حقشون دعا کنیم و همیشه از قبرها و قبرستان ها مقصد عبرت بگیریم و همیشه تازه نگه بداریم. و هر چیزی که در اونجا خشک باشد برادران، خشک، مثال علف قاقی، درختای قاقن، اونها را شما گرفته آمده استفاده برده میتونید. یعنی یگان جای گناه و یگان جای مثال بگیم که یگان گناه باشد گوییم انشاءالله نیست. اونهاش تازه کنیم بیارین، مردم های مثال شما خودتان همونجا در استفاده برده میتونید. و دیگر مسئله اینجا در همین ریاض الصالحین برادر عزیز میگه قال شافعی رحمه الله و یستحب ان یقرأ عنده شیء من القرآن و این ختم القرآن عنده کان حسنا. یک قول امام شافعی را ما ورده است که امام شافعی گفته است که اگر شما در نزد همون قبرهاتون آیتی از قرآن بخونین بسیار نیک می شود.
چلی که پیامبر ما برادرای عزیز در دو قبر ده که گذشت، یکیش خبربر و خبریار بود، یکیش خودشه از گویم انا باول پاک نمیکرد، از اون جمله همون سعد ابن معاذ را که گفتم، همون هم بیچاره شتربان بوده است، همون پیشابای همونا که در بدنش میپریده است، میگه یکی از سببهای جقیدن قبر میگه همون شید. برای این وقتی میگه دو کس دید عذاب دارن، حضرت میگه یک نوده درخت شکست و در بالای همون قبر غوتان و گفت تا وقت اینها سبزن برای این صاحبای قبر گفت طلب مغفرت میکنن و عذاب قبر اینها را خداوند کم میکنن. ابن حجر اسقلانی میگه وقتی یک نوده درخت اینقدر منفعت بخشیده بتواند، آیت قرآن گفتن از این در بالاتر و بهتر است که ما در بالای مرده هامان آیت قرآن خوانیم. برای همین برادرای عزیز و گرامی، امام شافعی گفتن اگر در بالای قبر شما آیتی از قرآن خوانین این با ثوابه، اگر گفته است کل قرآن بخوانین با این بهترین میشه. فقط ما قرآن نمیبریم همراهمان، هر کسی که اگر حافظ قرآن رفته در بالای قبر، مقصد از گفتی امام شافعی اگر قرآن با پررگی که در همونجا بالای همون مرده ها که خواند و ثوابش بخشد، انشاءالله گفته ثوابه. برای همین در مذهب امام ابو حنیفه برادرای عزیز فتوا به قول امام محمد است که امام محمد میگه در بالای قبر خواندن آیت قرآن مستحبه، یعنی در مذهب خودمان آیت قرآن در بالای قبر خوانیم ثواب میگیریم و ثواب او هم به مرده هامون میرسد. این نه تنها مذهب ابو حنیفه، 4 مذهب برادرها در خواندن آیت قرآن در بالای قبر هیچ کدام اونها یگان مقابلت نشان ندادند. برای همین یگان حدیث هم از پیامبر نداریم ما که بر بالای قبر آیت نخوانین، گفتگی نیست. اگرچه پیامبر دعا میکردن، طلب مغفرت میکردن، بینین همون بیانگر چی است؟ بیانگر همون است که در حق مرده دعا کردن، آیت خواندن هیچ گناهی ندارد. اگر میداشت این امام شافعی مقابل پیامبر گپ میزند، اگر میداشت امام ابو حنیفه مقابل پیامبر گپ میزند، اگر میداشت امام نووی صاحب شرح صحیح مسلم یا ابن حجر اسقلانی، آیا اینها برادرها در مقابل پیغمبر سخن میگن؟ برای همین مادامی که اینها که برای ما گفتن معناش همین است که یعنی اینها هم از راه و روش پیامبر بیرون نرفتن. حتی ببینید سخن عبدالله بچه حضرت عمر، این صحابه پیامبر من بود، دوستدار پیامبر من بود. حضرت هم گفته است که در بالای قبر اول و آخر سوره بقره را بخونید. برای همین حتی آثار صحابه هم هست، ای صحابه هم همین چیز حکایت شدگیه. الهی مهربان عاقبت هامون بخیر، ایمان هامون با سلامت نگه دارد و خدای مهربان دعا کنیم که ما و شما را از راحت قبر برخوردار گردانه و از عذابش خداوند ما و شما را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین یا رب.